سلام، خوبین؟ حالتان خوبه؟ روز نمازایتان قبول. ببینین هوا را ببینین چه یک هوایی که خیلی دل ما تنگ شده بود بر هلند بعد از چقدر دیر بود. یک هوای خوب. خب سلام دوستای عزیز، خوب هستین؟ روز نمازا قبول. بذار یک چیز هوا را نشان بدم بعد دوباره یک احوال پرسی کنم. هوا خیلی خوبه امروز. ما یک دقیقه آمدیم بیرون ساناز خانم رو بگردانیم. خودم هم از این هوا یک پیاده روی یا یک چند دقیقه بگردیم. با اینکه ماه روزه هم هست خیره کدان روزه میگردیم، اما این هوا رو گفتیم از دست ندیم. اینه سعید ساناز هم اینجا. سلام. سلام، خوبین؟ سلام ساناز. او چیزک چیز که شاید دفتر داریش نه بتانه سعی کنه. نه نمیشه؟ خیلی خب بریم بخیر. ماشین سپو. ماشین خاموش کن. هوا رو ببینین چه یک هواییه دیگه. سانازی رو ما آوردیم بیرون بگردیم پیاده روی کنیم از این هوا لذت ببریم. ایرانی بودن؟ بگم شیرین گفت آقا وحید نه؟ همچین چیزی گفت. سعید چطور رسی کد روزه تا الان؟ خوب تیر کردی؟ یا سخت تیر کردی؟ خوبه؟ سخت میشه که نباشه. یکم باید بلند گپ بزنی چون روزو میکروفون کار نداریم. صدای من باید بلند بیایه. روزه که سخت است روزو مگه میشه که سخت نباشه؟ روزه اولش سخته. خیلی سخت. باشه که امروز ما کدان روزه آمدیم بگردیم دیگه. بکنم هیچ انرژی بر افطار نمیمونه. خدا همه چیکار کنی دل آدم هم طاقت نمیکنه که بشینی خانه. یعنی هوا رو کی دلش طاقت میه که بشینه. معلوم شد از هفته دیگه هم یخ میشه پس. وی نه قدر یخ نمیشه باز با او یخی که اون موقع بود. نه شبش گفت منفی هم میشه. منفی یک یعنی رقم میشه که آدم مریض میشه. ما دفعه اول میشخم آمدم اینجا نیفهم کدام طرف خوبه کدام طرف چی است. بابا تو که اینجا دیگه بودی این طرف اونسه که یاد داری اینجا. وی رقمی دخترم تکان خورده میره گر سیکو سانازی بیشو اصلا هیچ سعی نمیکنه. نه خوب شد زمینش. همون دیگه گفتم مثلا دل ما طاقت نمیکرد که بشینیم داخل. با مای روزا هم هسته کدان روزا آمدیم بیرون خما سخته. دیروز که نتونستم هوا خوب بود من سرکار بودم. امروز که سرکار نشون دیگه باید یک دقیقه برای ما رفتیم خرید خودم کردیم. اول رفتیم یک خرید کوچولو داشتیم از مغازه ترکا دیگه باز از راه گفتیم بریم خیلی یک دقیقه پیاده روی هم کنیم بیرون باشیم باز بیایم بریم خانه تا وقت افطار خدا خانه میرسانیم. اینه کلا یه رسایی کنیم.
بیام پای خودم که فعلا نمیتونم بیام زیاد در دوربین، چون دوربین ولاگ هنوز نگرفتم. کجگوشی دارم، فیلم میگیرم، ولاگ میگیرم. باز بخیر دوربین گرفتم، باز مرام بیشتر میبینین در تصویر. الان خودم فیلم برداری میکنم، نمیشه دوربین ده رو بتم. ساناس میخوای یک دقیقه لوپن کنه؟ حال که جای لوپن است بانش که یک دقیقه بگرده. بیا را بگرده. من کیف خدای اینجا میمونم، اینی را میگیرم تا واسط خیر و دختر ما باشه. بریم، برو مامان جان. برو سانازی. بابا آمده. ساناز اینال باز ببینه چی میکنه. خب نه بسم الله نفته. Nee, niet te bescheiden. ترسی. اول خوب خوشحالی کردی. برو نیسته. برو دیگه نیسته. خیلی دیگه نیسته مامان. رفت. چرا؟ بیا بغلم. جانم. وای سواری مامان. هم تو شک شده خیلی دیگه تمام شد. بیا بچه دوربین چه رقم گرده. خیلی دخترم میتونه میگیری؟ نه سخته مشکلم من اینجاست. نه کی دیگه. چرا ترسیدی ساناسی؟ بریم یک دقیقه پیش او. حضور دارم؟ بگیرم من؟ ایره؟ تال چند دفعه آمدی سعید اینجا؟ یک بار؟ این دفعه دوم تا این؟ باز خوبه دیگه. دفعه اول کت کی آمده بودی؟ کت کی؟ دوستان. ها در گوشم آمده کت استایم. خیلی قدیم بود. 10 سال پیش. دیگه برزون آمدم. نه برای پیاده روی خیلی خوبه. انت وقت آدم بخواه یک پیاده روی کنید یک جای کوچولو خیلی خوبه. نه انقدر زیاد شلوغه نه تو خلوته. خوبه. بریم یک دقیقه عوام ببینیم، باز پس برگشت بزنیم بریم خانه. چیزی نداره بر ساناز. واو بیا لو بکو ساناز. لو بکو. واوا تمام شد دیگه. اوکی از فردا دوباره پس سرکار شروع میشه. امروز یک شنبه، فردا دوباره کار چیزا شروع میشه و تا آخر هفته باز بیرون برآمده نمیتونم. ساناز چرا اینجوری ماندی؟
باز تا آخر هفته بیرون برآمدن نمیتونه. آخر هفتم که من بخیر افطاری دارم، برنامه افطاری مثلا نوبت افطاری دادنم دیگه، باید یک افطاری بتیم آخر هفته. یا باز بخیر اورام برتان اگر تانستم فیلم میگیرم، بلاکش میگیرم برتان میمونم ببینیم که چه رقمی. ساناز اشتباه رفتی. سعید امشب چی دلت میشه برای جور کنم؟ باربیکیو. باربیکیو؟ یا باربیکیو میشه. باربیکیو کدام گوشت؟ خبرقه. به حساب ایران. خیلی. زمین بالا و پایینه؟ نه؟ نایفهم میگم من دفعه اول من اینجا اومدم کدام جای خوبه؟ کدام سمت؟ پس سمت ماشین نزدیک میشه. او سمت؟ هی بریم او سمت. یا اونه دیگه او اونجا نیست مگه؟ او مگه او طرف نیست؟ مای روز است که چیز کم کم داره. خیلی او باید کلک بطی با من ساناز بگی که اینجا خودش خطرناکه. بیشوره شوخی میکنه. ساناز ساناز خوش میگذره برات. ای خدا کاش که اینمی او هلند پاک می بود چی میشد به خدا. این کل اوش سعی کنی او داره اما اوش کلش رنگش تیره که اصلا تو خوشت نمیاد طرف او سعی کنی که آبی روشن می بود تو سبز خیلی تیره است که بس سیاهی میزنه. ای خدا کم کم داره سرم درد میگیره. ساعت چند بجه استش هم؟ ساعت چنده؟ خدا این چند وقت دیگه ماه روزه تمام میشه. بله ها؟ سمت چیز بود ساناز بره بشه او. آها یعنی به دور بزنیم. اوکی باز ناله میدید گریه میکرد. اول خوشحالی میکرد باز گریه میکرد. ساناز دیگه من پیشتر داشتم میگفتم تو یک چند وقت دیگه خب مایرزه تمام میشه میتونم آدم وسایل باربیکیو چیزا چیز کنیم بیاین اینجا پیکنیک. آره خیلی خوبه. امیال چقدر دلم شد برو وسایل پیکنیک بیاریم اینجا بشینه. هوا خوبه هم بس همتر فکر کنم یخ میشه دیگه. امیال کمک باد یخ داره خزیات نه اما یکم داره. باز طرفای شام یکم یخیش بیشتر میشه دیگه. بخیر بعد از ماه روزه یک ویکند 100% اینجا میایم یا کد چیز پدر جانشان کالگیره میگم بیای یا تنهایی میایم. مقصد بیایم. آقای اونجا دستم خوب گرفته بودم. اونجا باز نه ساناز نه این طرف برم.
اوی الو قشقت دخترم دستمال آوردی؟ یا دستمال چی؟ تر یا خشک؟ باش می سانا زی طرف پر خودش میره پیش خوی طرف هم را هسته های اینه تو کدشتو که خوردم که براین نداری باید هر قصر چیز پشتش بدهی که کجا میره چی میکنه دختر برو دیگه خدا داده برش امروز راحت میگرده خیلی وقت شده بود حواسم خوب نبود دیگه که آدم بیای بیرون یکی هم سانازی باز زیادتر چی بود کچولوتر بود نه سخت بود چی را دید؟ چای بازی رو دید آرام خلای باندش اون طرف دیگه بود که من دیدم سگش چه خوب آوازی میکنه اینجا چیزی نمیتونه بازی کنه ساناس فقط بالا میشه نه این دنبال خلای بند هم هست و لیزک که میگن جانی خب برو مثل بیبی کاری بغل خود گرفته پیشو گک خدا ساناس چی میکنی؟ ساناس نه نش استوچ ای ای کنده چی کار کرد؟ خوبه که زود پاک چیزه تا خشک میریزه سب کن برم یک طرف دیگهش اینجا هیچ خوبش نیست اوی دختر این دفعه کامل رفت داخل از چقری خوبه گریه نکرد بیا سلام باش ساناس خانم باز کجا رفت این الان مستقیم میره خودش هم بندازه داخل او کثیفه دست نزنه بریم ما یک جای بهتر اینجا کسی نداره اگه بفته الان دیگه هیچ مثل پیشتر خود راحت پاک میشه الان دیگه اصلا نمیشه باش که ما دور خدا بزنیم بریم این بایسکل به خیال ما بر خود آوردم که اصای دستم باشه ساناس او دختر
ام چشکشه بکش از دانش دو بچه دستمال خوش کنه؟ دستمال شاید باشه بر بینیش میخوای؟ خب بینیش دستمالتر بهتر نرمتره اینا بکش ای الان کجا نامش چی میشه؟ کلاین ویله کلاین ویله تمیز شد؟ خبش بی پس در کیف من انداختی؟ دختر بگی بریم سمت ماشین یا مای روزه ساق زیاد چیمش نیست زیاد بگرده اگه اذیت میکنه که بشانش داخل از چوکی میگم بایسکل اینجا هیچ شما مامتو بیرون ببینین و لذت ببرید آره بخدا حیف که فقط دارم در دلم میگم کاش مای روزه نبود میشیستیم هم اینجا غذا میخوردیم راحت آره مخو خیر دیگه دفعه حتما جبران میکنه منتظر ولاگ بعدی ما در اینجا باشید تا 2 ماه دیگه آره و ساناز خانم امروز ساعت 12 بجه از خواب خسته پس دوباره ساعت چند خواب میکنه بیا اصلا شدی کارو خب راستی کم درباره آخر هفته براتون بگویم حوصله‌تان سر نره تو بیرون سعی میکنه نوک خوبه اما خب بگویم پیشتر گفتم رفتیم ما خرید کردیم آخر هفته افطاری دارم ما برنامه افطاری ما 4 خانواده یک جای میشیم هر ماه روزه از وقتی که من اینجا آمدم نمی 3 سال که اینجا هستم تا حالا آمدم هر ویکند جمع میشه همین ماه روزه را 4 ویکند داشته که یعنی مثلا ما از ویکند اولش شروع میکنه یعنی از هفته اولش شروع میکنه آخر هفته یک خانواده افطاری میته و 6 یا 5 خانواده دیگه که جمع میشیم جمع میشیم و ساناز کجا رفتی؟ بیا دیگه جمع میشیم و افطاری را میتن امسال ما یک برنامه نو دیش اضافه کردیم مثل قابل ما پارتی اگه شنیده باشید بازار کسی یک غذا میاره چون گفتیم تعداد ماشاءالله الان زیاد شده دیدمش دیگه تعداد زیاد شده گفتیم قابلا پارتی مثل قابلا پارتی داشته باشیم که هر کس یک خانواده یک غذا بیاره آخر هفته از من بخیر برنامه همین رقم است برنامه افطاری دارم و هر خانواده یک غذا میارن باز من خودم دیگه چیزاش آمادگی میگیرم مثلا میوه و سالاد و سوپ و دیگه تجهیزات مثلا بعد از نان و اینمی خوراکی مراکی و اینجور چیزا را باز اما غذا را گفتیم امسال اینجوری کنیم که ماشاءالله تعداد زیاد شده نمیشه اما میزبان ماه روزه کلگیش جور کنه چون ماه روزه هم که خودتان میفهمین میخواید سر سفره هر چی باشه تو از هر غذا به او خاطرم نمیشد میزبان کل چیزا جور کنه ما گفتیم اینی برنامه رو داشته باشیم هم دور هم میریم دور هم هستیم هم خوش میگذره هم افطاری میتیم
خلاصه که یک برنامه وای نگو که ما میال مای روزام است گوشنام هستم دیگه خیلی دلم میشه بریم خانه زودتر شروع کنیم آذان میگم زودتر بده آره دیگه برنامه افطاری ما مینی رقمه و خیر آخر هفته امروز یک شنبه یعنی یک شنبه شبش من افطاری دارم منتظر ولاگش باشین برام میگیرم و یکی هم من تازه شروع کردم در ولاگ گرفتن هنوز قدر عادت نکردم یا یگان گپایم چی میگه بالا و پایین میشه ببخشین تا یکم عادت کنم و گپ زدن راحت تر شو برم موضوع رو پیدا کنم چی بگویم چی نگویم اینا بازم در ویدیو قبلی گفته بودم که هر ویدیویی که شما بگوین من امو رقم جور میکنم دیگه هر سبک ویدیویی که خوش دارن همین رقم بلاگ گرفتن اگه خوش داشته باشین هر جای رفتین برتان بگیرم در برم یا دیگه چیزا فقط هر کدام موضوع که خوش دارین کامنت بانین حتما جواب داده میشه حتما چیزی را که خوش دارین همون رقم برتان جور میکنیم ما هم دیگه کم کم رسیدیم سمت ماشین چه ماشین هست دیگه باز بریم بخیر خانه خریدار جا با جا کنیم و تا وقت افطار یک دقیقه خدا پرتیم زودتر وقت افطار شد خسته شدیم بکشتیم الان شیمیش دیگه تمام شد رفت پس همینجا بلاگ به پایان میرسانیم دختر جان دوی 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 تا بلاگ بعدی ما دوی دوی ساناس ساناس دوی 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 کن ساناس نه؟ با خودت خیلی خدافیزی کو خداحافظ تا بلاگ بعدی ما آره انشالله باشین خدمت انشالله هستن یا خدافظتان ما اینجا جایی ندارم که گوشی را بانم در بودم دیگه از اینجا کتسایه خدافظی میکنم خدافظ تا بلاگ بعدی ما بخیر باز هستیم دوباره خدافظ